احمد زبیر پیرزاد است، یک تن از کسانی که توانستیم جنراتور را جور کنیم که بدون تیل، بدون گاز، بدون مصرف، بدون سوخت، بدون سولار، بدون همه چیز باشه. ماشاءالله. و 24 ساعته. بله، فعلا 7.5 کیلووات برق تولید میکنه. بله. چرا این سامپل بود تا بال در جهان جور نشده. بله. دیگه ایره ما یک سامپل جور کردم از یک پرسجات بسیار ابتدایی. بله. و ما ایره میتونیم تا 5000 کیلووات هم برق از یک جنراتور ما 5000 کیلووات که یعنی 5 میگاوات شوه ما میتونیم بخیر تولید از داشته باشه. بسیار عالی، بسیار عالی. ما حیرت کردیم، واقعا تعجب کردیم انجینر صاحب. دستایتان از بوسیدن است. از اینکه این لطف بزرگ کردین. خداوند شما را حافظ و نگهدار باشه که این استعدادتان ان شاء الله به خرج بدین، را کلانتر و بزرگتر بسازین. پیرزاد صاحب، جنراتور را که میکنه می است. بله. چقدر برق تولید میکنه؟ این فعلا 7.5 کیلووات برق تولید میکنه. بله. و این تا 5000 کیلووات ما میتونیم یک جنراتور خودت به حساب جور کنیم که ما ویزه چین هم گرفتیم. بله. اگر رضای پروردگار باشه یک سفر سوی چین دارم. بله. دیگه اسپیر پارت یا چرا در افغانستان نمی باشه ما این را باید از خارج از ملک باید بیاریم. بله. دیگه اگر رضای خدا باشه امارات اسلامی ما را کمک کنه و تاجرای ملی ما تا سیستم سولاری یا پارا میارن یک بار مصرف است. سولار 3 ماه زمستان ما آفتاب کم داریم کار نمیکنه. و یک مدت داره که بالاخره بله 3 سال بعد بطریش استهلاک میشه. 6 سال نهایتا تا 10 سال کار میده. این سیستم ما که 3 سال گارانتی داره. بله. و برای هر کس که میتیم خوبیشی است که آلودگی هوا نداره. بله. دیگه آواز نداره. یک سیستم کامل است، تکمیل است. بسیار خوب است، بسیار خوب است. جناب زبیر پیرزاد کسی که این جنراتور را ساخته. برق نگیریم و انجینر ساخته. یگان دست بزنیم اجازه است. خب واقعا که دیدنی است. یعنی شما به بار اول وقتی میبینین که یک جنراتور یا یک منبع که خودش برق میته ولی به منبع دیگه ضرورت نداره. ما و شما اگرچه الحمدلله از منبع آفتاب، منبع آب، منبع باد از همش برخوردار هستیم و در افغانستان ما هست، ولی امروز یک ابتکاری صورت گرفته که هیچ کدام از اونا ضرورت نیست. پیرزاد صاحب، شغلتان چیست؟ کاروبار چی است؟ نزدیک ما بین. ما پدر ما انجینیر تکنیک طیاره بود، خدا ببخششان وفات شدن. خداوند مغفرتشان و والده ما شاعر داستان نویس بودن. ما خودم از خردترکی شوقم مسلک تکنیک بود. بله. طرف پدرجان رفتین دیگه. از شعر شاعری هم چیزی نه خیر از شعر شاعری و قدر نه، خب همین تکنیک زیاد کار کرده. تقریبا تنها جنراتور نیست. جی اس ام، مایکروویو، کودان، مخابره، ترمیم موتورهای کلان از خارد دیگه بسیار ماشینای دیگه هم جور کردیم که اختراع و سوام تولیدی است که به حساب شرکت تولیدی است. اونا هم حتما شما دیدن میتونه. بسیار عالی، اونا را حتما میبینیم. یعنی از پدرجان و مادرجان بیشتر و حرفه و کسب پدرجان رفتین. بسیار عالی هم است. خداوند در تواناییتان بیشتر بیافزاید که بتونین رشد بکنین و این تواناییتان بروز بتین. این طفلک‌ها دیده میشه فرزندایتان هستن. جان بین نزدیک بین. السلام علیکم، چطور هستین؟ بین لالا جان شما بین. سلام مانده نباشین، شما اینجا استاد شوین. بچه‌ها مکتب میرن. باش که نسل سوم پرسان کنیم که با کدام سو میرن. بخیر نامتان چی است؟ ایمان جان. احمد سبحان دیگه پیرزاد تخلص میکنین همگی. شما دوست دارین در آینده بخیر پس از اینکه مکتب و پنتون خلاص کردین چی کاره شوین؟ چی کارا بکنین؟ انجینیر میشین شما؟ انجینیر. نام خدا. میشه که باز خانواده را بازمان انجینیر زاده. خانواده تقریبا در سیستم تولیدی ما تقریبا در رقم مواد شوینده تولید داریم. آفرین. و تمام فامیل ترنینگ دادیم. مکسرهایش خودم جور کردیم که از ایران پاکستان که 10 برابر بالاتر است. نام خدا ما را علاقمند ساخته میره که گوشه به گوشه بگردیم، توانایی تا ببینیم، به تصویر بکشیم. اولا تشکر از شما. میشه که شما باشین مکده پدرجانتان صحبت کنم. در مورد از این گفتین 7.5 کیلووات برق میته 24 ساعت و از کدام منبع؟ سوال من